بسم الله الرحمن الرحیم. خب عزیزان، تو این پست توضیح میدم که چطوری تلسمات کاغذی و تلسمات فلزی رو که پیدا کردید از بین ببرید. ببینید عزیزان، فقط با این کار انرژی منفی اون تلسمات از محل سکونتتون، از محل کارتون خارج میشه، وگرنه اون طلسم چون به اسمتون فعال شده متاسفانه ابطال نمیشه. برای ابطالش حتما اگر سنگینی براتون ایجاد کرده باید ابطال انجام بدید. خب طلسمات کاغذی رو البته قبل از هر اقدامی 3 مرتبه آیت الکرسی رو تا علی العظیم میخونید. طلسمات کاغذی رو میارید، اگر مشمعی دورش هست، چسبش هست، چسبی داره، باز میکنید. آب و نمک دریا رو با هم قاطی میکنید. سوره شمس یا خورشید رو 7 مرتبه روی این آب و نمک میخونید. اون طلسمات کاغذی رو داخل این آب و نمک میذارید. بعد از 24 ساعت خارج میکنید. محتویات رو یا باید دفن کنید عزیزان کنار درختی، باغچه‌ای خارج از محل زندگیتون، یا به آب جاری بدید بره. اما طلسمات فلزی دوباره بحث همونه. اول 3 مرتبه آیت الکرسی رو تا علی العظیم میخونید. یه پارچه میندازید زیر دستتون با یه پیشگوشتی تخت یا یه چیز نوک‌تیز. اول مشخصات خودتون، اسم مادر یا هر مشخصاتی روش هست، بعد حروف روش یا اعداد روش، اشکال روش رو بعد نماد روش رو کامل تراش میدید. دو طرفش هم باید این کار رو تکرار کنید. با انبردست به تیکه های ریستر تبدیلش میکنید، میشکنیدش. بعد کل براده ها و تیکه ها رو جمع میکنید عزیزان. به مدت 24 ساعت داخل سرکه، همون سرکه ترشی قرار میدید، میذارید بمونه. بعد از 24 ساعت خارج